چالشایی که توی ایرانه به نظر من، حالا من اون موقع برای خودم اینجوری مثال میزنم که تو سختی میکشی، یه موقع است داری از یه طناب انداختی از توی چاه داری میری پایین، خب خیلی سخته، بازم باید کلی عضلات درگیره داری میری پایین، ولی ته داستان رفتی ته چاه. یه موقع هم هستش که نه مثلا داری از یه کوه یا یه صخره داری میری بالا. من فکر میکنم چالشایی که اینجا برای من پیش اومد بیشتر از جنس دومی بود. چالشایی که توی ایران درگیرش بودم، یعنی منم همونی که مثلا عرفان اشاره داشت که کلی سختی میکشی، داری کار میکنی، فکر میکنی دیگه اوکی درسم تموم شده، کار پیدا کردم و زندگی رو به راهه، بعد هی داری زور میزنی، هی به جای که بریم بالا بدتر داری میای پایین و این خیلی سخته. ببین من خیلی دیدم از آدمایی که مهاجرت پس ذهنشون همیشه بوده، یعنی مثلا چندین سال بوده که این ذهن رو داشتن که باید یه روزی مهاجرت کنن، ولی همیشه یه اتفاق افتاده، یه ضربه‌ای دیدن، مثلا مغازش پلم شده، خانومه مثلا گشت ارشاد گرفتتش، خلاصی یه اتفاقی بوده که خیلی روشون تاثیر گذاشته، بعد دیگه گفتن دیگه من باید مهاجرت کنم، دیگه اینجا نمیمونم.